سوال حدیث سوال بود. سوال خونه دادم استاد. ما در آلمان هستیم از سبب که همین جماع نماز میخونیم در مسجدها وقتای عصر شام در پیش نمازهای فرض با سنت 4 رکعتی میخونن. مثال ما همین در مثال جماعت میخونیم از سبب که میریم داملا هم که میخونن بعد مخدوم سنت نمیخونم نماز سنت هم که بیشتر میخونم تمام. پیش از عصر 4 رکعت میخوند گفتید؟ پیش از عصر خفتن مقصد 4 رکعت سنت میخونند. در کجا؟ در آلمان در مسجد ها هم که میخونن میگه ایرا پیغمبر صلی الله علیه و آله هم که کردگی هم که میکنیم اگر نکنیم مثال گناهگار نمیشه. یعنی که سبب که اجتهاد نمیکنیم و پس هم قرائت میکنیم که اگر نماز اختمون قضایی ما نمیخونیم تمام. برادر 4 رکعت پیش از عصر حدیث آمدگی است. در مذهب حنفی هم ذکر میکنن فقط ممکن است سنتی موحده نیست. در ترکیه مثلا میخونن 4 رکعت پیش از عصر نماز میخونن. در تاجیکستان نمیخونن لیکن در مذهب حنفی است هر دوشان. ترکیه هم مذهب حنفی است تاجیکستان هم. لیکن تاجیکستان نمیخونه ترکیه میخونه. لیکن در کتابا هست پیش از عصر 4 رکعت سنت است. پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه کردن که رحم الله امرأ صلی 4 قبل العصر. الله تعالی رحمت و مغفرت کند آن آدمی که پیش از عصر 4 رکعت نماز میخونه. پیش از خفتن هم بله حدیث ها اومدگی است. یعنی که اینا حتمی نیست. خوانید ثواب میگیرید نخوانید نه که برای همین شده مسجد ترک نکنید. امام نماز 4 رکعت سنت میخواند تو برای همین شده جماعت ترک کنیم میگویید. برآمدن استاد اگر نیست بخونیم گناهگار نمیشیم استاد. نه آخر چی به گناهکار میشید؟ مادامی که حدیث وارد شده که از در شریعت هست بله.